سردارم، آخر ما چی میکنیم؟ فکر نمیکنم که در اینجا خزینه باشد. در سرم فکرهای هر خیلی هست، اما نمیدونم چه شردی هم. قبرتان رو میکنید. تونچهر از دهان تو هم شکر میریزد؟ بسیار گپ نزنید، زودتر کنید، وقت رفته ایستاده است. آخر من یک چیز رو نفهمیدم. آیا ما درست میکنیم؟ سردارم، قبله کدام طرف است؟ همین طرف ممکن باشد. نه، این طور نمیشود. من طرفی قبله پا دراز نمی کنم. من هم والله بهتر است چنین کنیم. آها. با من نگاه کنید، کعبه رو بر سرتان چپه میکنم. حتما یک روز می آیی. آقای تونچهر مرگ دری همه را میکوبد. از دستی اجل گریختن نمیتوانی. یک طرفیست، کارت را کن. چه شد؟ مزه شطه دیروز خورده از یادت نرفته است؟ کاری عجایبه؟ خمار مشت ضربه نیست، عجایب بوده است. گوش کن، عصبی هم کردی. وقتی خاک پر توی گپ میزنیم. تمام نشده است. حاضر تمام میکنیم. نجیب، مرا به یاد آوردی؟ نه، باید به یاد بیارم. نجیب زود جواب نده، یک تخمین کن، اندیشه کن. به یادم آمد. البته تو حضرت امام هستی. شکر که امام آوردند. ندانستی. خوب نگاه کن، ممکن شناسی. 30 سال شد که یکدیگر رو ندیدیم. خوب شده است. با آدم نیک هم مانند نیستی. تو هم بدک نیستی. آدم مگر دادرش رو نمیشناسد؟ دادر؟ تو فروخی؟ آرام، تو کندن را دوام ده. با همین بر سرش زنم میگویم هیچ نباشد اقلا با آرمان نمیروم. شکر که به یاد آوردی. فرزند کهیان خود فاروق هستم. دیگر شده ای؟ آب که از سر گذشت نجیب. یک وقتا در ده مرا مسخره میکردید، حتی اسب را امانت نمیدادید. بیا حاضر ببین، یک دولت کلان را به من امانت دادند. و قدری میدانستم این دولت به ما امانت است. تو خودت را که گمان کردی. معلوم شد که آدمی در دست بوده تو بوده ای. همین خطاله بلندی کرد. تو فروخ بوده ای، برادر فروخ. تو فرزند بیگانه نبودی. با تو همه چیز را، نان و آب را برابر تقسیم کردیم. پدرم تو را چون فرزند خود دوست می داشت. از من جدا نکرد. تو چیکار کردی؟ همه را سوزاندی. در اصل خودت را سوزاندی. آن روزها گذشت نجیب، فراموش کن. امروز حقیقی است. ببین، در آینده نقشه فتح کردن دولت بزرگ است. در عاقل خواب است و خواب پادشاه شدن را میبینم. تو به همین مانندی. میخواستم که نشسته گذشته را یاد کنیم، اما وقتی خرید و فروش رسید. من باک ندارم. هر آینه بعد فاصله میمیری. 200 کیلو کوکائین دارم. همان را میفروشم و بس بودگیست. خیلی لقیدید. کندن را دوام دهید. زود. مانی مسئول مال را توسط کشتی به هالند میبرند. نترسید، یکان چیز نمیشود. کسی که به زانو زده التماس کند بیرون میبرارمش. تو چی مرا به خودت مانند میکنی؟ من تنها نزد الله خم میشوم. نسبت به نزد تو بر این پلید خم شدن راست ایستاده مردن اولاتر است. 200 کیلو صاف باشد، بعد گپ میزنیم.
با یغماگران سر و کار داری. تجارت است. نمیفهمی مگر؟ آن مالها را باشد برده به اروپا میفروشند. پس آن سلاح میخرند و بعد با آن تیر و توپ فرزندان وطن را نیست میکنند. آنها پولی خوب میدهند. به این هم سلاح را ما خودمان میفروشیم. یعنی بازی جالب. دین و ایمانت پول شده است. یک روز خودت بازی خواهی شد. احتیاط کن. تو از کودکی همین خیل بودی. دائما دنبال حقیقت. جای اعتراف است. من از این فعلت ناراحت می شدم. زود کنید. زود باش. خودش چی گفت؟ اینها کیایند؟ این دو پلیس بیچاره که در قبر کنده خودشون گور می شوند. پلیس؟ دو خیال پرسته که بر مقابل ناحقی مبارزه می برند. نجیب و یگید. چرا اینقدر حیران شده موندی؟ حیران نشدم، بلکه خرسند شدم. با این دو نفر حساب کتابی گذشته ای دارم. نجیب من رو 4 سال زندانی کرده بود. لبای. الو آقای کبوتر، امروز داد و گرفت دارید؟ بله، تو از کجا میدانی؟ در میان شما پلیسی هست. چه خیل؟ خیری شدی از نو من به خالم سلام گوی. چرا میگویی؟ چه خیلی از نو خالا؟ یگان گپ شد زنگ میزنم. من خودم حل میکنم، پروا نکن. با کی گپ زدی؟ با یزنه اپا؟ یزنه و خوله و عمه و توبه، با شما سوال داده هم نمیشود. گفتم که هیچ گپ نشده است. نجیب سردار و یگید همین جویند؟ نیستم. کسی در کجا بودنشون رو نمیدوند. ما هم نمیدونیم. ممکن در ادای وظیفه اند. آخر به دست افتادند. چقوری زیاد لازم نیست. خاک پوشاند بس است. مال تیار است؟ تیار است آقای فروخ. مال خوب است آخر؟ خیلی خوب است. سنجیدن خواهی بیارم. مالی را که خودم استفاده نمیبرم نمیفروشم. اخلاق تجارت همین است. من از ماشین میگیرم. ما هم از این کار با خبریم. تو ایستا، من میارم. بازم چخورتر کنجوایش را